من اصلا آدم اسکلی نیستم. شب آخر مهوا جلوی من برگشت به ترانه گفت که ترانه این همه مدت تهدیدهای دوست پسرتو شنیدم، الانم میای خونه پیش دوست دختر من قضیه شدم، حالا نوبت توه. کیو میخواستم بزنم ولی نزدم. کی؟ ماهروخو میخواستم بزنم عوامل نذاشتن. از تناز قرار جدا بشه، مگه دیوانه هم آخه جدا بشن؟ پیج ترانه رو خط من شخصیت نداری. دمی اونگه من ترانه مهندس نگار جو زهرا الهه بهار واقعا با هم مشکلی نداریم، یعنی ما یه جا هم دیگه رو می‌بینیم مثلا انگار خانواده خودمون دیدیم، سری میپریم بغل هم دیگه. بعد من واقعا با ترانه مشکلی ندارم، خیلی هم دوستش دارم، لازم باشه معذرت خواهی کنم، ولی خب همین یه بار این اشتباهو کردیم. دست تو دست، لب تو لب. پس تو هم خودت دروغی. همون یک سالی که به من دروغ گفتی من ورزشکار تیم ملیام، من فلانم، که هیچ چی نیستی، تو هیچ نبودی. ما واقعا هیچ چیزی از ترانه نداریم و اینی که میگن یه چیزی پخش شد میخوان بندازن گردن ما هیچ چیزی نداریم. این حرف از رو عصبانیت بوده و اشتباه بوده گفتنش و اصلا من چیزی ندارم از این خانم که بخوام پخش کنم. نه کی گفته من نامزد داشتم؟ هر کی گفته ببخشید همچین حرفی زده. من قبلا ازدواج کردم جدا شدم، من گناه کردم؟ من انسانم، دوست پسر داشتم، یه بار ازدواج کردم جدا شدم و زمانی که دوست پسر داشتم با دوست پسرم رابطه داشتم. از چیزی نمیترسم، زندگی خودم تصمیم میگیرم که چی کار بکنم و چی کار نکنم. اسکیپ نمی‌کنم، وایسا گرما خورد داخل کمرم. تحریک کردن یه مرد با استفاده از تاچ بدنی هنر نیست دختر جون. زمانی که ازدواج کردم فقط یه دلیل داشت، محدودیت خانواده. وقتی که نامزدش گوشیشو هک میکنه با علی توی رابطه بود، چون میگم علی میگه که بیا صحبت کن، پیجمو گرفته، پیجم تمام زندگی منه، تو رو خدا گریه. و دیدم که علی پشت تلفن داره با یه نفر دعوا میکنه. به ترانه گفتم چی شده چی نشده و اینا، گفت آره همچین داستانیه. گفتم که من یکی رو میشناسم شاید بتونه پیجتو برگردونه، میخوای بهش بگم؟ بعد گفت آره. به مهدی دوستم گفتم که الان امنیت پیج خودمه، از بعدی من باهاش کار کردم. به مهدی گفتم گفت آره اوکیه، منتها چون هک شده باید یه خط ترک به من بدین که من شماره خط ترک بزنم و بتونم پس بگیرم. به ترانه گفتم شماره تو بده. گفت من شماره ترک ندارم، سیم کارتم مال نامزدم بوده و ازم گرفته، الان هک کرده حتی سیم کارتم. گفتم اوکی. بعد گفت که تو شماره داری الان مثلا چیز کنی؟ گفتم آره. تو فقط بگم که بیا با شماره من وارد پیج شو و اوکی. آقا شمارهشو زد، شماره من روی پیجش بود. من اصلا علیرضا رو باهاش صحبت نمی‌کردم نامزدشو. موقعی که مثلا میگفت نگار داره آمار میده، من اصلا نامزدشو نمیشناختم، در جریان نبودم که علیرضا نامزد ترانه است، اینکه دوستای دورا دور هم هستیم و اینا نمیدونستم. دختر یه زرد عقدی یه تایمایی توی برنامه خب من ترانه به مشکل برخوردیم، یه سری جا من اشتباه کردم در قبال اون، یه سری جا اون اشتباه کرد در قبال من. خیلی هم از سمت من کسی که منو دوست داشتن، حالا بزرگوارن، میرفتن مثلا به اون یه سری چیزا میگفتن یا برعکسش طرفدار اون میومدن من یه سری چیزا میگفتن. ببین الان یه تایم از برنامه گذشته، پس بیاین اون برنامه هر چیزی که بوده حداقل به احترام همون شخصی که دوستش دارین و میگین هیت میدین، بیاین به احترام اون این قضیه رو فیصله بدین تمومش کنین. چون الان هر چی بیشتر پیش بره بیشتر، یعنی شما بخواید ادامهش بدین، خدای نکرده رابطه بین ترانه و محدثه شاید به مشکل برخوره، چون الان واقعا با هم دیگه مشکل نداره. توی شبدی و به چند نفر تلفنی زنگ می‌زدم میگفت 400 میلیون چک دارم، 300 میلیون میخوام اینو پاس کنم ندارید بدید. یعنی دنبال این بود بچه‌ها 400 میلیون 300 میلیون پول بکنن. لایو گذاشته گفته محدث 300 400 میلیون به من بدهکاره. عزیز دلم تو هم آدمی هستی که سر کلوچه و چیزای کوچیک اشک منو درآوردی. اگه من 300 400 میلیون به تو بدهکار بودم، تو تا الان زندگی منو به هم زده بودی. این یک. و دو، تو کلا 300 400 میلیون پول داشتی که تو برنامه چیکار می‌کردی؟ 4 ماه خونت بودم. تو اون 4 ماه ماهی چند میلیون حساب کردی من 400 میلیون به تو بدهکارم؟ شنیدم که استوری گذاشتن که آره با محدث رفتیم کافه. با محدث رفتیم کافه، محدث می‌خواست با ما رفاقت کنه. ازم من چرا باید با شما رفاقت کنم؟ به چه دلیلی؟ از اینکه گفتم مشکلی باهاتون ندارم، یه قرار نیست بیام بشینم باهاتون رفاقت کنم که. من رفته بودم وسایلامو بگیرم که نداد. بعد اینکه خیلی دیدم که داره نقشه میچینه که با من ویدیو اینا بسازه. نداره. بالاخره یه چیزی بوده بین من و خانواده محترم ایشون. خب همه ما مشکل داریم، همه ما زندگیمون بالا پایین هست. حالا بعضی اوقات من به یکی امانتی قرض میدم که مشکلش حل بشه، بعضی اوقات یکی دیگه امانتی به یکی دیگه قرض میده، همه به هم دیگه کمک میکنیم، چه بزرگ به کوچیک چه کوچیک به بزرگ. و
بالاخره اینکه در مشکلاتمو کمک میکنی. ولی اینکه خب برفرض من اونجا انقدر چون تحت فشار بودم و همونطور که میگم دارید میبینید من اصلا نمیخواستم این حرفو بزنم، ولی متاسفانه انقدر تحت فشار بودم و بالاخره صحبت ها و جو طوری بود که آره تو کار خاصی نکردی، تو اصلا کاری نکردی و هزار تا چیز دیگه و من مجبور به گفتن اون داستان شدم. من با تناز واقعا وقتی که الان دارم با شما میبینم این پشت سر من چی گفته ایکبیری و این حرفا، دقیقا همون روزی که اون حرفو زد من اونجا به همه میگفتم که تنازم مشکلی نداشت تو این مسئله، نمیدونستم این حرفا رو پشت سرم زده و میگم چون همه گیر داده بودن که ترانه خیانت کرده، به خاطر اون منم همچین فکری رو تو ذهنم داشتم. الکی مدای مظلوم نماها رو در نیار، فهمیدی؟ موج سواری نکن، چندین بارم دارم بهت میگم نکن، زشته، هر کاری بکنی این توف سربالاست نکن. همین بچه‌ها یه بار اونجا موسواری رو کردن دیگه، اینجوری نیست مگه خود ترانه خود محبود خود ترانه رفیق صمیمی کار بود، مگه موسواری نکرد، مگه گریه رفیقشو در نیاورد؟ همین ما اشتباه می‌کنیم دیگه. بعد وقتی که من وارد ویلا شدم 12 نفر اونجا که گیر میدادن که ترانه خیانت کرده، در حالی که نکرده بود، ولی وقتی که همه این حرفو میزنن خب باور می‌کنیم ما. و دقیقاً رفتار من با ترانه فقط به خاطر این بود که وقتی من گفتم خیانت کرد اونم مثل این آقا می‌دیدم، هیچ فرقی نداشت. اونجا که بلند شد گفت دلم برات میسوزه، قبل این موضوع من 3-4 بار این حرفو زدن، گفتم عزیزم من دارم سعی می‌کنم خودم قوی نشون بدم، اینو نگو جلوی اینا. و دقیقاً اون موقعی زد که من همینو قبلش گفته بودم، همون که فهمیده بودم که بهم گفتن خیانت کرده، در حالی که نکرده بود. ولی خب من تازه وارد شدم، نمیدونم که شخصیت‌ها چجوریه. من دارم با شما الان بچه‌ها رو می‌بینم، شخصیتاشون رو می‌شناسم. برنامه 5 ماه پیش تموم شده، ما تقریبا هیچ مشکلی با هم نداریم. ولی خب تو اون لحظه که این حرفو زد من چون فکر می‌کردم که این خیانت کرده، یا اگه گفتم بال خودت بسته، بالاخره منم بر خودم غرور دارم. وقتی یکی بلند میشه مثلا به عنوان کسی که خودش خیانت کرده میگه دلم بالت میسوزه، طبیعتا شما هر کدومتون جای من بودی همچین برخوردی رو داشتین باش. چه بچه‌هایی میلاد. بچه‌ها که خدا نکنه من بابا صدا نکنه.